بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز در مورد چیز صحبت میکنیم که همه ما تجربهش میکنیم، که است احساسات. احساسات میتوانند ما را بالا ببرند، پایین بیارند یا کاملا ما را تحت تاثیر قرار دهند. آنها تصمیمات، روابط و حتی ارتباط ما با الله را تشکیل میدهند. اما تا حالا فکر کرده اید که چرا احساسات را تجربه میکنیم؟ آیا احساسات فقط یک واکنش کیمیایی محض هستند یا اینکه یک معنای عمیق‌تر دارند، چیزی که بر روی ما متصل است؟ سبحان الله. امروز احساسات را از نگاه اسلام و روانشناسی بررسی میکنیم تا یاد بگیریم چگونه آنها را مدیریت کنیم، از آنها رشد کنیم و در نهایت از آنها برای نزدیکتر شدن به الله استفاده نماییم ان شاء الله تعالی. احساسات انعکاس روی ماست. در اسلام احساسات فقط واکنش های کیمیایی نیستند، آنها ارتباط عمیق با روح دارند. احساسات انعکاس از وضعیت درونی ما هستند و میتوانند راه برای بهبود باشد برای ما اگر آنها را درست درک کنیم ان شاء الله. قرآن کریم میفرماید وسوس نشوید و غمگین نگردید که شما برتر هستید اگر ایمان داشته باشید. این آیه به ما یاد میدهد که احساسات نباید ما را کنترل کنند، بلکه ما باید آنها را کنترل کنیم. امام غزالی رحمه الله میگوید روح مثل آینه است که هرچی به آن بدهیم همان را منعکس میکند. اگر آن را با ذکر الله، صبر و شکر تغذیه کنیم نورانی و آرام می شود. سبحان الله. اما اگر آن را با خشم، حسادت و طمع پر کنیم تاریک و مضطرب خواهد شد. عشق یا در انگلیسی که میگن لاو، عشق قوی ترین و مهمترین احساس است. عشق واقعی باید برای الله عزوجل باشد، به خاطر که عموم منبع عشق و محبت است. همین یک اسم الله عزوجل که است که الرحمن است، یعنی کل جهان گرفته. سر از باز یک وقت دیگه بخیر صحبت میکنیم ان شاء الله تعالی در یک ویدیو آینده. در سوره البقره الله عزوجل میفرماید اما کسانی که ایمان آوردند محبت بیشتر به الله دارند. دومش که است ترس است. نه ترس از دنیا، بلکه ترس از دست دادن رحمت الله عزوجل. این ترس ما را از گناه دور میکند. الله عزوجل در قرآن میگه و هر کس که از الله بترسد الله برایش راه قرار میدهد. تعادل آوردن میان عشق و ترس احساسات ما را تنظیم کرده و راه ما را آرام میسازد. دیدگاه روانشناسی درباره احساسات. روانشناسی میگوید احساسات نتیجه برداشت ما از اتفاقات زندگی است. برای یک مثال براتون بتونم تصور کنید کسی که پیام شما را جواب نمیدهد. اگر بگوید او اهمیت به من نمیدهد احساس ناراحتی میکنید. اگر بگوید شاید مصروف باشد احساس بی‌تفاوتی دارد. اگر بگوید شاید به کمک نیاز دارد احساس همدردی میکنید. همان اتفاق اما احساسات متفاوت، همه بر اساس داستانی که به خودمان میگوییم. همین قصه‌ای که در سر خود جور میکنیم که آدم چی میکنه چون تلفن من جواب نمیده. به همین دلیل اسلام به ما یاد داده که همیشه حسن ظن داشته باشید. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند از بدگمانی بپرهیزید زیرا بدگمانی دروغترین سخن است. سبحان الله. این حدیث بخاری شریف است. پس دفعه بعد که احساس ناراحتی یا عصبانیت کردید از خود بپرسید چی قصه، چی داستان برای خودم میسازم؟ آیا میتوانم از زاویه دیگری به آن موضوع نگاه کنم؟ اینمی خودش یک تکنیک نیورولینگویستیک پروگرامینگ است که احساسات ما را با تغییر دیدگاه کنترل کنیم ان شاء الله تعالی. سوال پیدا میشه چگونه احساسات منفی را کنترل کنیم؟ اسلام الحمدلله روش‌های برای مدیریت احساسات دارد. یک چند مثال براتون میتونم. مثال یکیش خشم. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند قوی‌ترین فرد کسی نیست که دیگران را شکست دهد، بلکه کسی است که هنگام خشم خود را کنترل کند. وقتی که اعصابتان خراب شد بگویید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بگویید که به الله پناه میبرم از دست شیطان رانده شده. وضعیت خود را تغییر دهید. اگر ایستاده اید بنشینید، اگر نشسته اید دراز بکشید. وضو بگیرید زیرا آب آتش خشم را خاموش میکند. سبحان الله. دو، حسادت یا حسد. قرآن با ما هشدار میدهد. بخیرم در سوره الفلق الله عزوجل میگه و از شر حسودان زمانی که حسد میورزند پناه ببر.
سبحان الله چقدر مهم است که ما شما چیزا رو باید درک کنیم. متاسفانه بسیاری مردم حتی معنای نماز خود نمیفهمند. سوره قرآن شریف خصوصا وقتی که نمیفهمیم چی رقم ما میتونیم که از خود دفاع کنیم اگه چیزا رو یاد نداشته باشیم. فقط مثل یک سلا پیشتان ماندگی است، نمیفهمیم چی رقم استفادهش کنیم. اگه دشمن بیاد چی میکنی که دو سلا بیفایده است. این دعای است این تکنیکای است که رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ما شما نشان داده بود، یاد داده بود، خودشان این کارا رو میکردن، خدا پرتک میکردن. حتی وقتی که از خانه میبرامدن چی رقم، وقتی خانه میامدن چی رقم، این کلش یک پروتکشن است. ما شما متاسفانه خواستیم باید it's time to wake up، باید بیدار شوید. میدید راه حل حسادت چیست؟ راه حل به حسادت وقتی منفقت دیگران را میبینید بگوید ماشاءالله یا تبارک الله، روی نعمتهای خود تمرکز کنید و شکرگزار باشید. سبحان الله. صدقه بدهید زیرا صدقه دل را پاک میکند. مثال سومش غم و اضطراب است. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمودند ای الله و تو پناه میبرم از غم و اندوه و از ناتوانی و تنبلی و از بزدلی و بخل و از چیره شدن قرض و تسلط مردم بر من. سبحان الله. اگر فکر کنید نمی خود دعا امی هر لغات که ببینید نمی کل زندگی ما شما را در بر میگیره. ما شما میشید این پرابلم هستیم. غم اندوه هستک در دنیا، ناتوانی و تنبلی هستک در دنیا، بزدلی هستک، بخل هستک، قرض و قرضداری هستک. سبحان الله. زور و زوربازی هستک. سکت تو دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم که دعا میکنن اون میبره بیرون میبره، میفهمه که پرابلم ها در دنیا چی است، مگر ما شما قدر ناخبر هستیم. سبحان الله. حالا اگه یاد ما باشه که دیروز چی خوردیم. این همه روان هستیم که اگه بیدار میشین که در دنیا دیگه هستیم. کلا میگم زنمان راه حل از این چیست؟ نماز بخوانید زیرا مستقیما شما را با الله وصل میکند. سوره الضحی را بخوانید، سوره که برای آرامش پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل شده بود. امی سوره الضحی سبحان الله هر وقت که فکرتون خراب باشه یک دفعه با مانا اما تو صحیح بشنویدش شما ببینید که چی میگه در سوره. امی قلبتان نمود آرام پیدا میکند. ذکر بگوید زیرا ذکر قلب را آرام میکند. در ویدیو قبلی هم من گفتیم ذکر که هست اگرمون اکسیژن قلب است خلاصش. چرا ادویه به تنهایی مشکلات احساسات را حل نمیکند؟ دیدم مدرن اغلب اوقات احساس پریشانی را با ادویه درمان میکنند، در حالی که این روش ممکن است در موارد شدید کمک کند اما رو را درمان نمیکند. تصور کنید که یک زخم عمیق دارید، سرزو میگیرین تنها با پلستر را میزنین، نیوازه که زخم باید صحیح شما تداوی کنین و پت کنین یا بدوزین، فقط اون پلستر سرش میمانین و دلتون خوش است که انشالله جور میشه. این رقمی خود جور نمیشه. درمان واقعی کجاست؟ نماز تغذیه روح هستک، ذکر آرامش قلب هستک، صبر کلید موفقیت است. چی رقم میتونیم که از نگرانی ها خود خلاص کنیم؟ توکل یک چیز است که نگرانی های شما را بیخی از بین میبره انشالله تعالی. به خاطر زیادتر چیزاست در زندگی که در دست ما، کنترلش در دست ما نیست. تا حالا تو فکر کردین که هیچ کنترل در زندگی خود ندارین؟ سبحان الله. هر پلان میگیرین میکنین مر بازم زندگی کار خود میکنم. این باید با ما شما یک ثبوت باشه که ما در کنترل نیستیم، الله عزوجل در کنترل است. ما شما صرف نمی قیاس و نو گفته میتونیم فهمیده آیا نه، اون زیادتر وقتش غلط می باشه. کنترل کلش در دست خداوند است. هر چقدر که ما شما خدا و خداوند نزدیک کنیم سبحان الله زندگی ما آرام میشه. سوال پیدا میشه چگونه به آرامش برسیم؟ احساسات دشمن ما نیستن، بلکه یک قسم دیفنسیو مکانیزم ما هستن که ما مکانیزم دفاعی واره هستن. شما را میگه داخل شما چی میگذره. اگر احساسات خود را درک کنیم، اگر عشق و ترس را از الله را متعادل کنیم، اگر افکار منفی را تغییر دهیم، اگر ارتباط خود را با الله قوی کنیم، آنگاه احساسات را کنترل خواهیم کرد، نه اینکه آنها ما را کنترل کنند. خداوند در قرآن میگه بدانید که تنها با ذکر الله دلها آرامش مییابد. در سوره الرعد است. قرآن کسی بهترین درمان است و بهترین برای دارو برای قلب نزدیکی به الله می باشد. سبحان الله. اگر این ویدیو برای شما مفید بود لطفا لایک کنید، به اشتراک بگذارید و برای ویدیوهای بیشتر مشترک شوید. بیایید با هم یاد بگیریم که چگونه احساسات خود را به درستی مدیریت کنیم تا در این دنیا و آخرت به آرامش واقعی برسیم. بسیار زیاد تشکر که با ما بودین. تا ویدیو آینده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خداحافظ ناصرتان.